برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. اللهم عجل ولیک الفرج. جناب آقای کدوم یکی؟ انشالله. کدوم یکی؟ آقا جون ببین بحث رو با حاشیه نکش. یک لحظه ببینید بحث و حاشیه نمیکشیم. اولا من با شما بحثی ندارم که با حاشیه کشیده باشم. شما گفتید اللهم عجل ولیک الفرج. گوش کن برادر عزیز. دو دقیقه اجازه به من. اللهم عجل لولیک الفرج. منظور از شما کی است؟ این ولیی که الله سبحانه و تعالی فرج رو نصیب ایشون بکنه. قرار امثال شما رو هدایت بکنه انشالله. یا اگه قابل هدایت نباشین بزنه گردنتون بپره. تشکر از شما. ببین برادر عزیز، اینو برای من معرفی بکنید. این کسی که قراره که بیاد و گردن ما رو بزنه ایشون کی است؟ معرفی بکنید. اسمش، اسم پدرش، چی کار است؟ قد کرده. ببینید چرا فرار میکنن از این سال. هر فرقه شیعه که امروز در بین فرق اینها بگردید 300-400 تا فرقه هستن اینا. تو فرق شیعه نوبختی و قومی و جزایری و دیگه فرق شیعه که در بحر الانوار ذکر شده، هر امامی که میمرده یا شهید میشده یا از دنیا میرفته برا به هر سببی که بوده، از سیدنا علی گرفته تا امام حسن عسکری 12میش که یک موهوم خیالی است که به دنیا نیامده، هر کدوم از این بزرگوارا که به دنیا میرفتن 4 تا شارلاتان دروغگو مثل قزوینی اینا جمع میشدن میگفتن که آقا امام علی رفته غیبت. ابن سبا همینو گفت امام علی رفته غیبت و بعد خلاصه نمرده و دوباره برمیگرده. اخاذی میکردن از مردم، خمس میگرفتن، سهم امام میگرفتن، آقا داره برمیگرده، آقا میاد فلان میکنه. بعدش مدتی که میگذشت آقا دیگه رفته، دیگه بر نمیگرده، غیبت کبرا رفته. امام بعدی میومد خلاص اینا رو تکذیب میکرد و امام حسن اومد، امام حسین اومد، امام سجاد اومد. بعد همین امام حسن عسکری که از دنیا میره، بعد از امام حسن عسکری شیعه تبدیل به 20 فرقه میشن. هر فرقه اینها ادعا میکردن که یک نفر مهدی است. یکی میگفتن که امام حسن عسکری فرزندی داشته 5 ساله و خلاصه رفته تو سرداب سامرا و گم شده و در آخر زمان برمیگرده. اینا 4 تا نواب داشتن که همین شیعه اثناعشری امتداد همین هستن. 4 تا دروغگو مکار فقط پول مردم رو گرفتن به نام سهم ما. یعنی واقعا من میگم نوش جانشان. این 4 نفر زیرک بودن. میگه تا احمق در جهان باشد مفلس در نمیماند. واقعا یعنی 4 نفر نایب امام زمان 4 تا آدم عاقل بودن. از حماقت یک مشت نادان جاهل سوء استفاده کردن. چیکار میکردن؟ میگفتن آقا سهم امام بدید ما برای امام میرسونیم. پول میگرفتن از مردم میبردن کیف میکردن با این پولا. عیاشی میکردن، کنیز میخریدن، زنا میکردن، شراب میخوردن، هر کاری که دلشون میخواست میکردن. با پول کی؟ با پول 4 تا احمقی که به نواب امام زمان میدادن. تا که به حدی رسیدن که دیگه گفتن که دیگه الان دیگه مرگشون نزدیک است، نشه که این قضیه یا کشف بشه، خلاصه دستمون رو بشه بزنن این مردم پدر ما رو در بیارن. رفتن چی کردن؟ گفتن آقا امام زمان رفته غیبت کبرا. 4 تا احمق جاهل دیگه هم قبول کردن آقا امام رفته غیبت کبرا. بعد اینا از دنیا رفتن و خیلی هم با عزت و با احترام اینا. این سیاست دشمنای اسلام، یعنی عبدالله ابن سبع یهودی واقعا یعنی چیزی درست کرد، نظامی درست کرد برای اینها که در بین مسلمان‌ها این غده سرطانی به اسم رافضه‌گری رو اینگونه رشد داد. همینطوری که امروز انگلیس‌ها رو دیدید، مثلا در افغانستان امان الله خان رو به عنوان یک استقلال و ملت مجاهد افغانستان گرفتن از انگلیس
یک نوکرشون آوردن به عنوان کسی که استرداد استقلال رو کرده، بزرگش کردن و ازش قهرمان ساختن. در ترکیه مصطفی کمال آتاتورک، در ایران رضاخان، در هر کشور، در پاکستان محمد علی جنا، جاسوس خائن نوکر انگلیس رو آوردن به عنوان یک قائد اعظم معرفیش کردن. این سیاست انگلیس. دقیقاً همین چیز در مذهب تشیع. 4 تا دروغگو مثل قزوینی اومدن گفتن ما نایبان امام زمان هستیم، خلاصه پولاتون رو بدید ما به امام زمان میرسیم. پولا رو از مردم میرفتن خلاصه عیاشی میکردن. بعدش هم گفتن که آقا رفته غیبت کبرا. یکی اومد گفت که نه، برادر حسن عسکری که بهش میگن جعفر کذاب این مهدی است. یکی گفت که نه فلانی مهدی است. یکی گفت نه فلانی مهدی است. 20 گروه شدن شیعه. بعد از امام جعفر صادق، یکی از فرقهایی که بعد از امام جعفر صادق به وجود آمده همین فرقه اسماعیلی است. میدونید چرا؟ چون امام فرزندی داشت به اسم اسماعیل، ایشون رو به اصطلاح امام تعیین کرد بعد از خودش. اسماعیل در زمان حیات امام جعفر صادق از دنیا رفت. گروهی از همین یا احمق ها بگیم یا زیرک ها بگیم، المهم گفتن که آقا اسماعیل نمرده، اسماعیل غیبت رفته. امام زمانی که پیامبر بهش به اصطلاح بشارت داده بود همین اسماعیل است. الان فرقه شده به اسم اسماعیلیه. در تاجیکستان و افغانستان و مناطق پامیر و بدخشان در افغانستان و تاجیکستان تو مناطق هستن، در هند هستن، در پاکستان هستن، تو مناطق چترال پاکستان اینجا حکومت دارن. صدرالدین آقاخان رهبرشون هست، 1 میلیاردر است، از این احمقا پول جمع میکنه به نام امام نمیدونم 70 و چندمشون هست. خلاصه همین بازی تا الان جریان داره. عده‌ای شدن اسماعیلیه، عده‌ای گفتن نه امام بعدی فلانی است. و خلاصه همین برید که اگر حرف منو باور نمی‌کنی، آقا علی بود نمیدونم اسمت کی بود، این که منتظر بودی امام زمان بیاد گردن ما رو بزنه، شما برید این کتاب فرق شیعه رو بخونید، بعد میدونید که شما تو مذهب شیعه چند تا مهدی دارید. صدها مهدی است در مذهب شما. هر امامی که از دنیا رفته 10 تا 20 تا مهدی بعد از اون به وجود اومده. شاگرد شده مهدی، پسرش شده مهدی، نمیدونم فلان شده مهدی. مسخره کردید دینو، مردم رو سر کار گذاشتید با این امام زمانتون، بعدش بیاد گردن ما رو بزنه. این امام زمان به قول خود آخونده خودتون اول گردن این آخونده شما رو میزنه. و اون مهدی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که پدر و مادر و جان و تن ما فدایش باد بشارت آمدنش داده، اون مهدی بیاد اول گردن این آخونده شما رو میزنه و میاد ان شاء الله. منتها نه به این طریقی که شما عذران به دنیا میاد و مادرش یک برده و کنیزی بوده که کلیپ ما رو دیدید در مورد مادر امام زمانی از کتابای خودتون که انقدر حالشو گرفته بودن در بازار برده فروشی که داد میزد که پرده عفت هم دریده شده. در کتاب حق الیقین خودتون نوشته، علامه مجلسی خودتون. من حرف ما نیست که بعد بگید که بالا توهین کردن، اهانت کردن. کتاب علامه مجلسی خودتون تو همین کتاب گفته که ایشون داد میزد تو بازار برده فروشی که پرده عفتش دریده شد. مسخره کردید دین رو، امام زمان رو، اهل بیت پیامبر رو مورد تمسخر قرار دادید. من فقط از کتاب فرقش همونطوری که قول دادم، چون حرفایی که میزنیم باید مستند باشه، من مسخره بودن عقیده مهدویت در دین شیعه. البته ما به مهدی عقیده داریم، محمد ابن عبدالله، از گرفتن نامش هم شرم و حیا نداریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اسمش اسم من، اسم پدرش اسم پدر من است. اما اینا من تحدی میکنم یک شیعه بیاد اسم مهدی رو بگیره، چون در کتابای خودشون روایت‌های وجود داره که هر کس اسم امام زمان رو بگیره کافر میشه. به خاطر همین میم ها میم دال بهش میگن، میم ها میم دال تو کتاباشون هست. بعد اسمای عجیب و غریب براش گذاشتن که بیشتر به اسم بازیگرای زن هالیوود شبیه است. این حرفم هم دلیل دارم اینجا، میتونم که براتون از کتابای خودشون نشون بدم. منتها مسخره بودن این دین و چطور اینها دشمنان اسلام از اینا سوء استفاده کردن. امام حسن عسکری که از دنیا رفت، اینها به چند فرقه تقسیم شدن. گفتم تقریبا به 20 فرقه تقسیم شدن. بعضی از این فرقه رو که چطور اینها تقسیم شدن و اختلافاتی که در بین اینها بود. فرقه اول که بعد از امام حسن عسکری به وجود آمد، دوستان عزیز کتاب نشون بدن، این فرق شیعه است. حسن ابن موسی نوبختی و سعد ابن عبدالله قمی که یعنی مهمترین کتاب اینها در فرق و اینها هست. فرق شیعه در اینجا در صفحه 108. بعد از امام حسن عسکری
یکی از فرقا چی گفتن؟ ان الحسن ابن علی حی لم یموت. حسن ابن علی اصلا نمرده. کی گفته امام حسن عسکری مرده؟ و انما غاب، بلکه غیبت کرده. و هو القائم، و او قائم است، یعنی همون قائم امام زمان حجت. ولا يجوز ان يموت الامام ولا ولد له. اصلا امام نباید بمیره، حتی فرزند امام نباید. لأن الارض لا تخلو من امام، که زمین از امام خالی نمیشه. و قد ثبت امامت حسن ابن علی. تا اینکه ایشون اومد و این فرقه واقفیه است و یک فیلم است، یعنی یک فیلم سینمایی است این مذهب اینا بعد از امام حسن عسکری. بعد از اون فرقه 181 ان الحسن ابن علی مات و عاش بعد موته و هو القائم. فرقه دیگه چی گفتن؟ حسن ابن علی مرده ولکن بعد از مردنش دوباره زنده شده و او امام زمان است که فعلا غیبت کرده. لا حول ولا قوة الا بالله. این رو من از ادامهش چون من اینا تقسیم کردم کتابای اینها رو، تصاویرش رو جدا جدا. این کتاب فرق شیعه است، احمد جان نشان بده. این فرقه 181 ان الحسن ابن علی مات و عاش بعد موته، مرد و بعد از مرگش دوباره زنده شد. و هو قائم المهدی، مهدی ایشون هست. فرقه دیگه که یعنی مثل واقفه بودن که موسی بن جعفر و عن جعفر بن هان قال انما سمي القائم قائما لانه يقوم بعد ما يموت. مثلا قائم معنیش این است که بعد از اینکه مرد دوباره زنده میشه. فالحسن ابن علی قد مات ولا شک فی موتی، میگفتن که مرده، هیچ شک هم نیست که مرده. ولا خلاف، هیچ خلافی نیست. ولا وصی موجود، وصی هم نداره. فلا شک انه قائم، شکی نیست که ایشون امام زمان است، قائم است. و انه حی بعد الموت، که بعد از مرگش دوباره زنده شده. لأن الارض لا تخلو من حجت الظاهر، که زمین از حجت خالی نمیشه. فهو علیه السلام غائب مستتر، غایب است، پنهان شده. و سیظهر و یملأ الارض عدلا، که ظاهر میشه، زمین رو پر از عدل و داد میکنه. کما ملئت جورا، مانندی که پر از ظلم و جور شه. و انما قالوا انه حی بعد موت، او زنده است بعد از مرگش. خزعبلات زیادی در اینجا داره. فرقه دیگه، تا الان 3 تا فرقه رو من اینجا براتون معرفی کردم. ان حسن ابن علی توفیه ولا عقب له، امام حسن عسکری مرده، فرزندی هم نداره. و الامام بعدی اخوه جعفر، امام بعد از ایشون کیه؟ برادر جعفر است. همین جعفری که در مذهب شیعه به نام جعفر کذاب معروف است. شراب میخورده، دروغ میگفته، علیاذ بالله. ما نمیدونیم این ادعای اینها در کتاباشون آورده. اخو جعفر و الیه اوصل حسن، امام حسن به این وصیت کرده که ایشون امام است. جعفر الوصیه و عندما صارت الیه الامامه، امام جعفر کذاب. این جعفر کذابی که میگن که الان اینجا یک فرقه اونو امام زمان میدونن. جعفر کی است؟ عموی امام زمان فرقه اثنا عشری. ببینید این وضعیت اینا رو. عموی مهدی فرقه اثنا عشری، امام 12ام، جعفر کذاب بهش میگن. شراب میخورده، دروغ میگفته و فسق و فجورم میکرده. این شخص امام است، امام 12ام گروهی از شیعیان است که میگن که این شخص مهدی است. فلما قیل لهم ان حسن و جعفر ما زال متهاجرین متصارعین، حسن و جعفر با هم دیگه دعوا داشتن، متعادین در طول زندگیشون. و قد وقفتم على ثنای جعفر و مخلفی الحسن و سوء معاشرته له فی حیاته و له، با هم دیگه برخورد داشتن و برخورد زشت داشتن با امام حسن عسکری. این 2 تا برادر با هم دیگه درگیر بودن تا آخرش. خلاصه اینا دلایلی برای خودشون دارن که ایشون امام است و ایشون مهدی است. و همین کی؟ جعفر کذاب، که من روایاتی که در کتاب‌های خود اینها میگن که ایشون به اصطلاح چی است؟ جعفر کذاب است. این کتاب اصول کافی جلد 1 و 2، اینم اینجا، اینم شناسنامش در اینجا در صفحه 386 کتاب الحجه اصول کافی جلد 1. و من جعفر فتساءل عن خبره، از جعفر پرسیدن در مورد که جعفر کی بوده. او یقرن بالحسن جعفر مؤنن الفسقی، کسی که فسقش ظاهر بوده. فاجر ماجن، لات بوده، فاجر بوده. شریب للخمور، این آدم چیزم میخورده، یعنی شرابم میخورده. و اقل
من رأیته من الرجال و احتکهم لنفسه، از مردا کمتر کسی هم که اینطوری به اصطلاح عزت خودش رو پایمال کرده باشه. خفیف قلیل فی نفسه، آدم پست و ذلیل بوده. این آقا کی؟ این جعفر. این جعفر عموی امام زمان فرقه اثناعشری است که گروهی از شیعیان همین زانی فاسق فاجر لات شرابخور رو، والعیاذ بالله، من عذر میخوام از این کلماتی که در اینجا آمده نسبت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، این آقا رو چیکار کردن؟ امامشون تعیین کردن شده مهدی موعودشون. بیدار بشید شیعیان، سرتون کلاه گذاشتن سالها. این از دین عبدالله ابن سعد. چرا این چیزا رو نمیگن بهتون؟ چرا در شبکه صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، جلد فلان، صفحه فلان، تهمت و دروغ به ابن تیمیه بزن، به منهاج السنه بزن. به خاطر چی؟ به خاطر که سرتون کلاه بگذارم. برید کتاباتون رو بخونید، برید فرق شیعه رو بخونید که چند تا امام زمان دارید شما. اللهم عجل لولیک الفرج. کدوم ولی؟ 300 تا ولی دارید شما. 300 تا باید فرج داشته باشید. اینم در مورد این آقا. من دوباره برمیگردم به فرقای شیعه. فرقه بعدی، فرقه 184. این فرقه میگه فإن رجعت الى قول بامامة محمد ابن علی المتوفی فی حیات ابیه. یک فرقه دیگه بعد از حسن عسکری چی گفتن؟ گفتن محمد ابن علی، این برادر حسن عسکری، حسن ابن علی رو برادرش، که در زمان زندگی پدرشون که امام نهم بشه از دنیا رفته بوده، ایشون چی است؟ امام است. و زعمت ان الحسن و جعفر ادعیا ما لم یکن لهما. میگه که این حسن عسکری و جعفر کذاب این دوتا دروغگو بودن، اینا امام نبودن، ادعای امامت کرده بودن. علی لعنت الله علی الکاذبین. فرقه دیگری چی گفتن؟ گفتن که حسن عسکری اصلا دروغگو بوده، امام نبوده. این جعفر برادرش، اینم که ادعای امامت کرده، اینم دروغگوست. اصلا امام کی بوده؟ محمد ابن علی برادر حسن عسکری که در زمان حیات پدرش از دنیا رفته بوده، ایشون امام بوده. این فرقه بعدی که بعد از حسن عسکری به وجود آمد. من نمیخواستم روی یعنی چیزای اساس شما دست بگذارم، چون میدونم براتون خیلی دردآوره، اما واقعیت ها رو باید گفت تا مردم بیدار بشن. تا کی فریب قزوینی و مکارم شیرازی و سیستانی 4 تا دجال خبیث دروغگو رو باید انسان ها بخورن؟ فرقه دیگه همین نشون بده احمد جان. فرقه شیعه، فرقه 184، فرقه 185. فرقه ششم که بعد از حسن عسکری به وجود آمد، ان للحسن ابن علی ابنا سماه محمد. یک فرقه گفتن که حسن عسکری پسری داشته به اسم محمد، همین که امام زمان میگن میم ها میم دال، چون اگر اسمشو بگن محمد کافر میشن. و دل علیه، و ایشون راهنمایی کرد که بله ایشون امامت. ولیس الامر کما زعم من ادعى انه توفى ولا خلف له. و ادعایی که این گفتن که حسن عسکری فرزند نداشته و از دنیا رفته بوده، این قضیه دروغ است. و کیف یکون امام قد ثبتت امامته و وصیته و جرت امور على ذلك وهو مشهور عند الخاص والعام ثم توفى ولا خلف له ولكن خلفه قائم ولد قبل وفاته بسنین. بعد از وفاتش به چند سال پیش وجود آمد. این همون فرقه به اصطلاح اثنا عشری است. فرقه ششم که بعد از حسن عسکری به وجود آمد. این فرقه ببینید اینجا هم در پاورقی هم نوشته، یک هي فرقة الحادي عشر عند القمی. فرقه 11 امامی در نزد قمی و فرقه 12 امامی. على كل حال وقطعوا على امامته وموت الحسن وانا اسمه محمد وزعموا ان اباه امر بالاستتار في حياته مخافة عليه وهو متستر وخاف في تقية عن عمي جعفر. میگه ببینید مشکل رو ببینید در کجاست. میگن که این امام زمان چون که عموش جعفر کذاب، جعفر ابن علی، یک انسان فاجر فاسق شرابخور یعنی بی عزت و ذلیل و خار بوده، طبق چیزی که در کافی اومده بود. حسن عسکری از ترس عموی فرزندش چیکار کرده بوده؟ این فرزندش رو پنهان کرده بوده و به کسی نگفته بوده که ایشون بعد از حسن عسکری امام است. این فرقه دیگر. تشکر میکنم احمد جان.
بریم رو فرقه هفتم. فرقه هفتم این کتاب فرق شیعه است. این هم شناسنامه‌اش، فرقه 187. چی گفتن؟ انه لا ولد للحسن اصلا عسکری فرزندی نداشته، لان قد امتحنا ذلك و طلبناه بكل وجه. میگه ما هر چی کار کردیم و جاسوسی کردیم و تفتیش کردیم، خلاصه ایشون اصلا فرزندی نداشته و در زمان زندگیش هم فلم نجد ولو جاد لنا نقول في مثل الحسن ابن علي وقد توفي ولا ولد له ظاهر المعروف. اینا گفتن که اصلا فرزندی نداشته. لجاد مثال دال کل میت و غیر. و اگر قرار بر این باشه که ما واقعا این گروه کمی عقل داشتن، اگر قرار باشه که هر کسی بیاد بعد از مرگش ما براش فرزند ادعا بکنیم، خب هر مرده‌ای بعد از ایشون کسی بیاد ادعا بکنه که فرزندشه. مثلا بعد از خمینی مثلا یک کسی بیاد بگه والا من جدیداً خانمی به اسم سکینه ادعا کرده که همسر دوم خمینی است و قضیهش تو سایت‌های اجتماعی هم پخش شده، الله اعلم چقدر صحت داره یا نداره. خانم سکینه قمی ادعا کرده که زن دوم خمینی است و خلاصه یک سری اسرار رو داره الان فاش میکنه. اگر قرار بر این باشه که هر کس بعد از مرگ یک شخصی بیاد ادعا بکنه که فرزند اون طرف، خب دنیا همش هرج و مرج میشه، هر کس میاد یک ادعایی میکنه. مثل این مسخره بازی که اینا در آوردن. میگه که حتی در نبی صلی الله علیه و سلم هم این اتفاق براش میافتاد، یقال خلف ابن النبی و رسوله، که کسی بیاد ادعا بکنه که بعد از خودش پسری گذاشته که پیامبر است و نبی است و رسول است. خلاصه این یک فرقه دیگه بودن که یک سری خزعبلات دیگر رو به خورد مردم دادن. همینطوری باور کنید اگر تا فردا صبح من بشینم اینجا و فرقه های اینا رو بشنویم، دیدید فرقه 187 بودین. هر امام بعد از اون 10-20 تا فرقه به وجود می اومد، 4 تا دروغگوی برای اختلاس، برای به جیب زدن خمس و سهم امام می اومدن ادعا می کردن و همین. این فرقه اثناعشری هم یکی از این فرقه است. منتها چی شد؟ چرا اسماعیلی ها نتونستن قدرت بگیرن؟ چرا 10 امامی و 8 امامی و 6 امامی و 5 امامی و زیدی و اینا نتونستن انقدر منتشر بشن در دنیا؟ چرا اثناعشری منتشر شد؟ چون که اینا به قدرت رسیدن، فقط همین. و الا امروز اگر در ایران اسماعیلی ها به قدرت می رسیدن، امروز اکثریت شیعه در جان اسماعیلی بودن. شانسشون صفوی ها اومدن به قدرت رسیدن و مردم ایران رو به زور شیعه کردن، شیعه 12 امامی. و الا اینا اکثریت نبودن، یک اقلیت ناچیز شیعه بودن. اینا یک اقلیت ناچیز بودن. چطور شد که امروز اکثریت شدن؟ هر جا که بگی شیعه میگن 12 امامی. چون که به حکومت رسیدن، قتل عام کردن، دزدیدن، زنا کردن، فحشا، فساد، مملکت رو به گند کشیدن. چون حکومت دستشون افتاد، امروز اینا دارن حرف اول رو میزنن. این هست حقیقت دین و مذهبتون. کسایی که میاد اللهم عجل ولیک الفرج، اول اون ولی رو برای من پیدا بکن. کدوم ولی؟ جعفر شرابخور کذاب فاسق فاجر طبق گفته کافی، یا محمد ابن حسن عسکری که در فرق شیعه فرقه ششم بعد از مرگ حسن عسکری اومده که مادرش کنیز رومی بوده که در بازار برده فروشی داد میزنه که پرده عفتش رو دریدن؟ کدومش؟ اینا رو اول برای ما نشاندهی بکنید، بعد از اون بیاید براش بگید که اللهم عجل ولیک الفرج.